سلام به روی ماهتون دوستای گلم. اومدیم یه مقداری در مورد این الگوهای آماده صحبت کنیم که سوال خیلی از شما هستش، تک تک پیام میدید. گفتم بیام یک جا براتون یه توضیح بدم. ببینید دوستای عزیزم، این الگوهای آماده خیلی راحته و کار رو برای شما خیلی راحت تر میکنه، چون که لازم نیست الگو بکشی، جمع و تفریقا انجام شده. شما فقط کافیه که بلد باشین دور سینه و دور باسن رو بگیرید که توی این الگوها تو بعضی سایزا لازمه که توی سینه و باسن یه تغییراتی انجام بشه، یا کم بشه یا زیاد بشه. همین، در همین حد. خیلی از شما اصلا میگید ما خیاطی بلدیم، خیاطی رفتیم، ولی الگو کشیدن برامون سخته، یا کلا اصلا الگو کشیدن رو فراموش کردیم. شما تو هر متدی که بودید، متد مولر، متریک، گلاوین، هر متدی بودید، هر متدی رو که یاد گرفتید اصلا مهم نیست، خیلی راحت میتونید با این الگوها کار کنید. حتی اندازه‌گیری‌ها داخل پیج هستش، ولی اون اندازه‌گیری‌هایی که داخل پیج هستش اندازه‌گیری متد گلاوینه که هیچ فرقی نمی‌کنه. اندازه‌گیری هم اگر بلد نیستید اون اندازه‌گیری‌ها رو نگاه کنید، طبق اون اندازه‌گیری‌ها شما اندازه بگیرید. خیلی‌ها هستن که از هم میگن که ما خیاطی اصلا خیاطی نمی‌کنیم، مثلا بلد نیستیم، مثلا خیاطی نرفتیم، ولی توی خونه مثلا از روی لباس میندازیم میبریم برای خودمون، خیلی هم قشنگ در میاد و برای بچه‌مون، برای مادرمون، برای خواهرمون، برای عزیزانمون میدوزیم. حتی اونها هم این الگوهای آماده رو تهیه کردن و خیلی راضی بودن و راحت تونستن خیاطی کنن. دیگه چه برسه به اونایی که خیاطی رفتن، اونایی که چند تا پله بالاتر هم هستن. بعد فقط بتونی با چرخ خیاطی کار کنی. اونایی که اصلا میشینن پشت چرخ خیاطی، حتی دستگیره آشپزخونه برای خودشون میدوزن، خب اونا هم میتونن خیاطی کنن. در این حد بهتون بگم که این الگوهای آماده انقدر راحته. فقط یه خورده خلاقیت میخواد، همین. حتی الگوهای یقه‌هامون کامل فیکس میشه، کامل روی الگوها فیکس میشه. حالا دوخت با اون الگوهای یقه ها رو براتون میذارم. فوق‌العاده الگوهای یقه ها شیک و قشنگ و راحت در میاد. شما با تهیه الگوهای یقه، با تهیه این الگوی بالاتنه خیلی راحت میتونید یک کت یقه انگلیسی برای خودتون بدوزین، یک کت یقه آرشال یا یه مانتوی یقه آرشال. انواع یقه ها رو داره، یقه ببه، یقه ملوانی، یقه اسپورت، یقه شکاری، انواع یقه ها رو داره. خیلی راحت تو تنتون میخوابه، خیلی راحت. فقط کافیه یک مقدار خلاقیت از خودتون به خرج بدید. یا اصلا اگه الگوهای یقه رو نمیخواین تهیه کنید، الگوی بالاتنه رو تهیه کنید. الگوی بالاتنه مادره. شما خیلی راحت میتونید رومون هر مدلی که دوست دارین پیاده کنید، به همین راحتی. امیدوارم توضیحاتم براتون خوب بوده باشه. روز خوبی داشته باشید.